سلام هموطنان عزیز، خوش آمدید به کانال منوچهری کوهستانی. دوستان عزیز، امروز یک تفریح داشتم و خواستم که برای شما را نشان بدم که در نزدیکی های خانه من چی هست و چی تفریح می شود اینجا کرده. این خوب آب است، آب بسیار آب صاف است، آب تازه هست و اینش هم جنگل هست. جنگل خوب، این جنگل قدر کلان است که هم گلاس داره، هم آلیچه داره، همه چیزی که انسان بخواه برای زندگی داره. هم خیلی نیست؟ بله بله 100% درست. بله انا جرمی که باشی کوی همایده نقل که درباره همیجا چی گپ پیدا همیجا؟ درباره از اینجا یک دریاچه هست دیگه، خیلی یک دریاچه مقبول است. مردم میای به تفریح، به سپورت، به چی میگم، به پیکنیک. به پیکنیک یعنی انگلیس که تفریح میاین، آب بازی میاین با طفلا، با فامیلا خود. تو خوب میدانی که امی آبی که در همینجا هست، امی آب بزرگی هست، امی حوض که هست، امی را خودشان ساختن. ما تو شنیدیم میگن که خودشان ساختن. خیلی زیبا ساختن، نه؟ میلیونا پیسه آلمانی را سر از این دریاچه مصرف کرد. خود دریاچه هم نیست بچه جان. دریاچه چیز خیلی بزرگ است. این دریاچه هم نیست، خیلی بزرگ است. خوب این ویدیو به خاطر چی بود دوستان عزیز؟ به خاطر اینکه ما آب داریم، آب خودش حوض شده است، نمیتونیم که استفادهش ببریم، چون که سرمایه گذاری نیست، نه در سر طبیعت، نه در سر علم، نه در سر یگان چیز. به همون خاطر دوستان عزیز، هر یک نفرید که میخواهیم برای وطن ملت خدمت بکنین، احترام عمیق و زیاد